به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض درود و سلام بینندگان و هموطنان گرامی به برنامه بازچی گپ خوش آمدید. همراه من برادر باباجان قیمزاد هستند و انشاءالله مرور به حوادث و اخبار امروز خواهیم کرد. شروع میکنیم از آغاز مصادره منزل های زید سعید صاحب کار موفق و نزدیکان او. خیلی که میدونید در خبرها در قریب همه رسانه های محلی کشور آمد که در این زمستان مقامات تاجیک فعلا میروند به خانه های نه تنها فرزندان زید سعید بلکه به عمک و به دیگر خشتبارهای زید سعید این صاحب کاری موفق تاجیک و بازداشت شده میروند میگن که زمین منزل ها رو خالی بکنید تا اینکه بروی از این را ما دولتی میکنیم. بچه فرزند زید سعیدوف گفته است که در حتی یک منزلی که عمکیش سال 1970 آن را خریداری کرده است، حتی از عمکش هم خواهش کردن که طلب کردن که منزل را خالی بکند. یعنی در این زمستان فرزندان و خشتبار زید سعید که مثلا سرنوشت اون معلوم است که چی حال داره، چی وضعیت داره، اینقدر مال و ملک را گرفتن، به خود زید سعید 29 سال اون را روانه زندان کردند و اینقدر جریمه ها بستند. بر ضمن این باز میخواهند که نه تنها منزل های فرزندان بلکه منزل های خشتبار دورش را هم مصادره کنند. درست است. شما ببینید امروز در تمام دنیا یک قانون هست که یک نفر برای گناه نفر دیگر جوابگو نباید باشد. بله. حتی بین پدر و فرزند از 18 سالگی به بعد بله. فرزند خودش جوابگوی فعالیت خودش است و مسئولیت عملهای خودش است. بله. مسئول عملهای خودش فرزند خودش است دیگر. بله. ولی در ما امروز برخلاف تمام معیارهای چی انسانی، چی دینی، چی دموکراتی و هر معیاری رو اگر نگاه کنی، این عملهایی که امروز در جامعه ما صورت میگیرد از طرف مقامات در هیچ معیاری واقعا وجود ندارند. در هیچ معیاری ارزش‌های هیچ کشوری، هیچ دینی این عملها جا نمیگیرن. پیش از همه شما ببینید با خود زید سعیدوف اولین چیزی که ما باید بدونیم، مردم ما علاقه همه میدونن، اینه تمام ملت میدوند که زید سعیدوف آدمی بیگناه است. بله. زید سعیدوف آدمی هست که تا وقتی که حزبش رو اعلان نکرده بود در کنار پرزیدنت بود و با دیگران پرزیدنت میگفت که از زید سعیدوف عبرت بگیرید. بله. این سخنرانی پرزیدنت امروز در همه جا پخش شده است. بله. پس چگونه است که شما یک آدمی را که مایه عبرت همگان میدونستید یک بار گرفته 30 سال محکوم به زندان میکنید؟ چگونه تمام دارایی‌اش رو میگیرید؟ اصلا چی شد که در یک شب زید سعیدوف به دشمن و به خائن تبدیل شد؟ بجز همونه که میخواست حزب تاجیکستانی نو تشکیل کنه. چی در کجا در کدام کشور دنیا تشکیل کردن حزب جنایت است؟ چرا؟ مگر شما خودتون رو کی میشمارید در این کشور که بجز شما باید هیچ کس حقی حزب تشکیل کردن، حقی در کشور در حاکمیت شریک شدن یا اینکه در یک منصب فعالیت کردن رو نداشته باشد؟ ولی مقامات بسیار اتهاماتی میدازن مثل قلابی و مثل دیگر حتی تجاوز و دیگر اینها رو بر این بار میکنن. بله شما ببینید همون قضیه که تجاوزی که شما اخیراً گفتید از نامی رفتن از نام یک آزمایشگاهی روسی سندهای تقلبی آوردن که زید سعیدوف تجاوزکار است، با تجاوز کرده از فلان خانم و با اون بار کردن. ولی زید سعیدوف وکیلان زید سعیدوف این را اثبات کردن که این تهمت است. شرمندگی برای این حکومت از این می شود؟ تمامی همون تهمت های دیگری هم که امروز با بالای زید سعیدوف از تخلف گرفته تا چیزهای دیگر بار میکنن، مثل همین چیزاشون تخلف دروغ است. ولی چرا امروزها از ادوکات های اونها ببینید
یک لحظه شما ببینید وقتی که در یک کشوری ما وجود داریم که در یک کشوری هستیم که هر کی اگر از حقیقت گپ زند محکوم است و محکومش میکنن با شرطی که مخالفی اینها باشد، مخالفی یک عائله، یک شخص یا یک گروه باشد. شما ببینید تا امروز ادوکات های زید سعید که شما میخواهید بگید که چرا ادوکاتش درباره ادوکاتش میخواهید صحبت کنید، من میگم که چرا ساکت هستن در این مسئله؟ ادوکاتش برد مگر فخرالدین ساکت بود که رفت زندان؟ شهرت مگر شهرت قدرت ساکت بود که رفت زندان؟ همه رو اینها بر پایه ترس و وحشت و زندان کردن و ممنوع کردن و زدن و کشتن و این چیز عمل هایی که امروز حکومتی ما دارد تنها همین است. کجا ساکت نشستند؟ آیا فخرالدین و شهرت به خاطر سکوتشان امروز در زندانند یا دیگرش امروز با یک عذاب اگر از زندان آمد بیرون امروز گفته است که دیگر من هیچ کاری به حقوق و به ادوکاتور و به این چیزا ندارم، ترک پیشه کرده رفته است. برای چی؟ برای همین ظلم و همین جنایت. شما به این نظر هستین که همون چیزی که در سری زید آمد و در سری ادوکاتوی اومد همچنین در سری حزب نهضت همون چیز اومد، یعنی ادوکاتوی حزب نهضت. بیاید حاضر از موضوع بیرون نرویم برای چون که در موضوع نقطه اصلی را بگیم. واقعا همه چیز در تاجیکستان یک است، نه تنها از حزب نهضت. این موضوع حزب نهضت و زید نیست. این موضوع تمام ملت است. تمام قشرهای جامعه ما را امروز با همین راه دارن سرکوب میکنن. اگر حزب نهضت میگیم، اگر زید میگیم، ایناش یک طرف. قضیه این بازار اینام چی؟ اون با کی ربط داشت؟ ماوران نهر چی؟ با کی ربط داشت؟ اونم به حزب نهضت و به زید سعیدوف بود. این تمام ملت با همین ظلم اینا دارن پیش میبرن و مردم نابود میکنن، دارن حکومت میکنن بر بالای مردم با ظلم. شما درباره این ما بگیم. ببینید امروز آمدن میخواهن که مال و ملک زید سعیدوف را مصادره کنن. خب ما بیایم یک بار نگاه کنیم منطقاً شما کی رو میبینید در دنیا که با چنین جنایت در مقابل مردم خودش بیستد؟ یک بار بیایم در طول تاریخ نگاه کنیم تمام مردم ایران که برای یک جنایت مجازات میکردن. فقط در یک زمان شاید در دوران سالهای 37 بود که برای یک عمل به یک نفر اگر میگفتن که فلانی ملا هست یا کولک است تمام اولادش زیر خطر قرار میگرفت. حتی در همون زمان هم اولادهای دورش امین میموندن. ولی در ما امروز ایرا ببینید شما حتی میخواهند که از برادر زید خانه‌ش بگیرن. خانه ای که در اونجا چندین به گفت خیرالله سعیدوف فرزند زید سعیدوف در اونجا حدود 30 نفر زندگی میکنند. شما ببینید امروز در کجای دنیا تمام حکومت ها برای اینکه مردمشون سرپناه داشته باشند مخصوصا در فصل سرما کوشش میکنند، جان میکنند و اگر بدانند که در یک جای یک آدمی به سرپناه مونده است تمام شرایط برای او فراهم میآورند. ولی در حکومت ما در عین سرما میخواهند مردم را از خانه بیخانه کنند، در بدر کنند. چرا؟ به خاطری که اون میخواست که یک تاجیکستانی آزاد و آباد داشته باشد. به خاطری که اون میخواست در تاجیکستانش یک عدالت به وجود بیاید. در تاجیکستانی که زید سعیدوف میخواست بسازد همون حزب تاجیکستانی نو میخواست تمام امکانات برای همه ملت باشد. مگر چی زید سعیدوف از چی کم بود؟ واقعا اگر نگاه کنیم قبل از اینکه وزیر شود یک سرمایه‌دار کلان بود. ولی چرا امروز آمدن او را به این حال میارن؟ برای فقط ساختن تاجیکستانی نو. مردم ملت تاجیک الکی میداند که زید سعیدوف نه تخلف کار بود، نه جنایتکار بود، نه متجاوز بود، نه این همه این دروغ است. چون که پیش از اینکه وزیر شود چی بود؟ سرمایه‌داری کلان بود و همه میدونن که در مسکو چقدر تجارتی کلان داشت. سرمایه‌اش در ترکیه و در دبی هم میچرخید. ولی اون با وجود این سرمایه‌اش آورد به تاجیکستان که برای ملتش خدمت کند. ولی این است سزای کسی که میخواهد به ملت خود خدمت کند و این بلا را به سر او کی آورده است؟ همون کسی که خودش حامی ملت میداند. ولی با چیزی که درباره زید سعیدوف هست بسیار کسا میگویند که با اون خودی زید گفتن، پیام رسوندن، گفتن که شما با این عزمی تأسیسی حزب نو خود را به مشکلات و تهدیدات روبرو میکنید. ولی او این چیزها را گوش نکرد. چرا؟ واقعا هم
در چند جای دیگر هم دیده بودیم که زید میگفت خودش که چنین وضعیت دیگر مرا خسته کرده است، چنین رفتار، چنین روندی که امروز در کشور با وجود دارد واقعا ناراحت کننده است. هرچند شرایط مالی و مشکلی مالی نداشت، هرچند که مشکلی مادی و اقتصادی نداشت، ولی میگفت با این شرایطی که بالای ملت تحمیل کرده ایستادن، با این روندی که امروز ادامه یافته ایستاده است، کشور و وطن و ملت ما در حالت نابودی قرار دارد. برای همین میخواهم یک تغییراتی در کشور با وجود بیاید، تغییراتی مثبت. ولی اینها حتی کمترین تغییر رو که نمیخواستند، این بلا رو به سر زید آوردن. همه این بهای همون آزادی خواهی، بهای آزادی خواهی است. بله، می‌ریم به چند از کاربران اینترنت در این مطلب، زیر این مطلب بله نظرهای خود رو گذاشتند. یکی میگوید که دقت نسکی و کفش‌هایشان رو نیز فراموش نکنید. یعنی نسکی ها، جوراب ها و کفش هایشان رو نیز بگیرید. یک دیگر به نام محمد میگه ظلم از این هم آشکارتر می شود. دیگر به نام مسلمان گفته است که در این فصل سرما کودکای وی در بیرون ماند اوبال نیست. این سودیه و وکیده خودش معاش دارد، چند سوم معاش دارد که خانه و ماشین های قیمت بها قطعی میگردند. اینها قانون ویران نمی کنند و گفتی تو کور خود و بینای مردمان. بله. یکی دیگر گفته است که به نام تاجیک مخالف همین چی گفته است؟ گفته است که کسی ناتنجی وطن را میخواهد جزایش از این هم باید سخت‌تر شود. یعنی زید سعید ناتنجی وطن را میخواست. شما یک بار فکر کنید امروز یک حکومت ما یک راهی را پیش گرفتگی است که هر کسی اگر از اینها حق خودش رو طلب کند اون ناتنجی میخواهد. یعنی چی؟ ببین هموطنی عزیز، برادری عزیز، تاجیکی عزیز، اگر نامت مستعار است، من از شما یک سوال دارم. من در تاجیکستان هیچ چیز نمیخواهم. میخواهم که آزادی باشد، آبادی باشد، انتخابات آزاد باشد، مردم آزاد باشند. بیایند، من واقعا میگم این رو، بیایند برای بگذارن مردم خودش انتخاب کند. این ناآرامی خواستن است. این خواسته من ناآرامی است. من نمیخواهم ناآرامی. من میخواهم که بجای اینکه بیایند صاحب کارا را، بجای اینکه شما مثلا محدود میکنن صاحب کاری رو در دست یک گروه یا خانواده میتین، بگذارن همه مردم از امکانات استفاده کنند. این ناآرامی خواستن است. من ظلم نمیخواهم، ناآرامی نمیخواهم، ولی ظلمم نمیخواهم. درست. ولی ببین این برنامه های ما و شما میکنیم، اونهایی که تماشا میکنن، خصوصا اونهایی که یا فابریکه جواب میگویم یا اونهایی که در کمیته امنیت هستن، اونها الکی پیش‌فرضی های نسبت این برنامه دارن و اصلا حتی خیلی فهمیدیم همه برنامه‌ای که کمترین انتقاد رو دارن اونها میگویند که اینها ناآرامی میخوان. یعنی حتی با این برنامه بازشیکه و دیگر برنامه ها و هر چیزی که هست اونها ناآرامی میخوان و پیش‌فرضی ها و درباره ما حکم خود رو دارند. ببینید شما، این استراتژی حکومتی ما شده است. هر کسی که اگر از این حکومت کمترین چیز رو طلب کرد، اون محکوم می شود به چی؟ به اینکه ناآرامی میخواهد، محکوم می شود به اینکه خدمتگار خارجی ها هست، اون خوجه خارجی دارد، اون فلان دارد، اون دیگر دارد. در حالی که واقعیت یک چیز است. ملت تاجیک شما را نمیخواهد، وطنش دوست می‌دارد، ناآرامی نمیخواهد، ولی این ظلمی که شما میکنید این هم نمیخواهد. شما بیایید با مردم برق بتید. واقعا هم مردم میبیند امروز، میبیند که در خانه های شما برق هست، در خانه های مردم عادی نیست. چرا خانه های شما باید گرم باشد؟ باید تمام شرایط برای یک گروه خانواده شما، تمام نزدیکانی که هر کسی که به پرزیدنت کمترین نزدیکی دارد بهترین شرایط زندگی رو دارد. مردم دیگر چی؟ و از جوابگری هم معاف است. هیچی از هیچ چیز نمیترسد. برای مثال همین حکومت مگر چی کم بلای بسری ملت آورد؟ چقدر پول ثروت دزدید؟ چی از کجا حکومت سرمایه‌ای که دارد امروز در خارج میشرخاند از کجا آورد؟ ارث پدرش بود. افزون بر این نفقه 7000 هم میگیرد. غیر از این شما ببینید دزدانی که امروز در حکومت بدن، علی مردانوف را جنایتکاری و دزدی علی مردانوف کی نمیدوند؟ جهان میدوند. بین الملل همه یادتون هست که بانک جهانی اصلا اومد 800 میلیون دلار دزدیده است.
گم شده است. ولی کو جوابگر؟ اون با همه چیز دارد، تمام امکان و نعمت فراوانی برای اون فراهم است، ولی مردم بیچاره چی؟ ما این را نمیخواهیم. بله، یکی از پاتریوت به نام پاتریوت از وطن گفته است که من از همه همدردان خواهش میکنم که بیایید بنیاد زید سعید را تأسیس بدهید و به آن کمک وارد کنید. این بنیاد میتواند هم به خانواده او و هم به دیگر شهروندانی به سرپناه کمک شود. ببین وقتی که هر چقدر فشار زیاد می شود، یک فکری نو برای اصلاحات، برای آزادی خواهی، اندیشه نو با وجود می آید. بله. پس مطمئن باشد که هدف زید سعیدوف، راه زید سعیدوف از بین نمی رود انشاءالله. و زید سعیدوف حتما موفق می شود. حتی اگر خودش در زندان باشد، اندیشه او در بطن جامعه الکی جاری شده است و این گفته ها دلیل این است که روزی می رسد که پیروان زید سعیدوف، اونهایی که عدالت میخواهند، آزادی میخواهند، هر کی آزادی و عدالت میخواهد همون است که زید میخواست. واقعا هم اینها روز چنین فاندی را باز خواهند کرد و نه تنها به خانواده زید، به اندیشه و به راه و به همون خواسته های زید جامعه عمل خواهند پشاند. یعنی با این هم باید گفت که زید سعید همچون یک قهرمان ملت خواهد موند. بله طبیعی است. یعنی کسی که ببینید اینقدر نلسون ماندلا چقدر زندانی بود، بله، ولی در آخر قهرمان شد. همچون قهرمان وقتی از دنیا گذشت، نه تنها مردمی خودش، مردمی جهان براش گریه کرد، سرود براش مرثیه سرود. براش واقعا میگم برای نلسون ماندلا که اون هم عیناً مثل زید آزادی خواسته بود، نه چیزی دیگر. ولی ببینید امروز نلسون ماندلا فراموش نمی شود. بله. ولی کسانی که نلسون ماندلا را زندانی کردند، آیا کسی از اونها یاد میکند؟ شما اسمش را میدونید؟ این است واقعیت، این است عدالت، این است حقیقت. بله، چطوری میدونیم روزهای اخیر تغییر الهه با کودکس جنایتی و دیگر قانون ها ماشاءالله رقابت شده است و دست تغییر الهه وارد شده است و طرح‌ها و پیشنهادهای زیادی وارد شده است. یکی از پیشنهادهای اخیر با کودکس جنایی تاجیکستان این است که اگر در حالت تخلف صرافکاران، یعنی اگر صرافان، بله، یعنی 9 سال اونها را زندان تهدید میکند. یعنی طرح یک پیشنهاد چی کردن و رئیس جمهور هم از در پیامش همین رو گفته بود که با توجه به وضعیت فعلی با کودکس جنایی و دیگر قوانین مربوط، یعنی پیشنهادهایی که مبنی بر تشدید شدن جزا هستند وارد کرده شود. شما ببینید اصلا شکایتی مردم را نگاه کنید از کجا است. وقتی به بانک می روند، در بانک هم همون دلار به نرخی حتی بالاتر از نرخ بازار سیاه فروخته می شود. این چی معنی دارد؟ اینها صرافان را از بین بردند. بیایید واقعا یک بار ملت فریب نکنید. معلوم است چند صراف؟ به یک لحظه ببینیم حاضر وقتی که اینا حداقل از وقتی که همین صرافی ها را از بین بردند بستند، خب آیا همون سرعت کاهش قرب سامانی از بین رفت؟ از اونه که 700 و چند سامانی شده بود، بعدی بستن اینا به 800 به 900 رسید. بله. پس معلوم می شود که کاری صرافان نیست. این واقعیت حکومت باید بپذیرد دیگه. حتی آدمای عادی که در حساب کرده میتونن، شعور دارن و درکی کم ترک اقتصادی دارن، اونها درک میکنن که امروز در بحران اقتصادی امروز نه تنها تاجیکستان و اکثر جاها حتی چین و ترکیه و روسیه به این بزرگی امروز پول میریشت به چند رسیده است؟ $1 به 800 بالا رفت در اونجا. ولی اینها میخواهند که باز هم مسئولیت را از دوش خود کنار بگذارن و بار کنن مسئولیت را بر دوش یک صراف بیچاره، صرافان بیچاره. با وجودی که یک بار بیایم نگاه کنیم، در همین خبر آمده است که 818 نفر صراف، یعنی این به طور رسمی، به طور رسمی، بله، صرافانی که ثبت نام بودند 818 نفر صراف
ثبت نام بودن، اونها باید جای کاری نو پیدا کنن. من به شما یک چیز رو باید بگویم که هر یک صرافی که مثلا به نام یک نفر ثبت شده است، حتما اون یک نفر یا دو نفر دیگه کارگر داشت. بله. برای که همکاری یعنی کنن، کمک دو سه کنن. خانه از اون بله، حتما دو سه عائله از این راه زندگیش پیش می برد. بله. در راه درآمد دو سه عائله بود. 818 نفر گفتن به 818 نفر صراف که بروید کاری دیگر برای خودتون پیدا کنید. در کجا دیدید که حکومت به جای اینکه برای مردمش کار ایجاد کند، کاری مردمش بگیرد و بگید برید برای خودتون کار پیدا کنید. اونا باید از حکومت طلب کنن که شما برای ما کار پیدا کنید. اقلا کار ما که پیدا نمیکنید، همون کاری داشتمون رو نگیرید. اصلا قانونی که امروز در کشورهای دنیا وجود دارد یک چیز است: هر کسی که از جای کارش بیکار میکنن باید پیش از اینکه از کارش میرود، حتی تا چند ماه بعد اینکه از کار بیکار میشوند، شرکت ها موظفن که معاش اونا رو چیکار کنن؟ بپردازن. درست؟ ولی امروز نگاه میکنیم که معاش اونها را که نه تنها نمیپردازن، بلکه چیکار میکنن؟ اونها را از کار بیکار میکنن و میگن شما خودتون برای خودتون چیکار کنید؟ بروید جای کار پیدا کنید. این است واقعا ظلم. این آیا درست ما میگویم که یک نفر میرود با یک ابلهی، شاید از بیماری روحی باشد، شاید از هر بدبختی باشد، برای یک فکر انحرافی مادری خودش میکشد، اونو میگیم وحشانیت است. خب 818 نفر رو واقعا از نان خوردن موندن، این وحشانیت نیست؟ چیز رسمی است ولی واقعیت شاید هزاران باشد. بله. ولی آیا اینها رو از نان خوردن موندن این وحشانیت نیست؟ آیا نمیترسن از این که اینقدر مردم از راه درآمدش ماند، از نان خوردنش ماند؟ چی میشود؟ اونها آینده فردا اونها چیکار میکنن؟ چرا با فکر این نیست حکومت؟ برزم این 9 سال زندان برای هر کسی که دلار میفروشد یا اینکه خرید و فروش اسعار در میکند. این یه بار شما فکر کنید 9 سال زندان. من یک چیز حیران میشم که در تاجیکستان ما شاید سودیه‌هایی هستن که عقلی این را ندارن که 9 سال حساب کنن که چقدر است، یا براشون یک بار شیشته فکر نکردن که 9 سال یعنی چی. این طرح را نهادهای یعنی بانک ملی و دیگرها یعنی پیشنهاد کردگی است. مقامات بلندپایه سودیه‌ها در عموم سودیه‌های ما بیشتر این حکما را میبرورن، همین سالهای زیاده. ولی اینها هم باشن، همین مسئولین بانک ها یک بار شیشته برای خودشون فکر کردن که وقتی که یک نفر 9 سال محکوم به حبس میکنن، این عمر انسان است و فرزندان اون دزدی و همه کار. من یک چیز دیگر میخوام در این مسئله بگویم. وقتی که واقعا اگر ما نگاه کنیم همین سیاستی صرافانی که در تاجیکستان بود، یک سیاست خیلی خوب بود که صرافان آزاد بودن و خیلی و برزم این که چی تاجیکی روبل پولی تاجیکی حفظ کرد، این یک خوبی بود و این وجود این صرافان زیاد بسیار فایده ها داشتن. من یک مثال از روستای خودمان میارم، از دهه خودمان و دهه همسایه ها. از همین دهه ها چند صراف بودن. مردمی که مثلا با یک مشکل روبرو میشید دیگر روش نمیشد که از همسایه اینها قرض بگیرد. می اومد نزد صرافی که یکدیگر هم میشناسند. واقعا همین خیلی مردم از قرض یکدیگر گرفتن دیگر قریب خلاص شده بودند. می اومدن به صراف میگفتن که اکا شما برای من مثلا 100 سومون یا 200 300 سومون بدهید و فرزند من یک هفته بعد یا یک ماه بعد این پول میفرستد و شما اون را از این بگیرید. صراف به خاطر اینکه این پول در دیگه کس نتیاد روزی میشد 200 300 قرض میداد. درست است؟ این بود. و همچنین مردم هم یک واقعا اگر همین یعنی در قانونگذاری ها انصاف باشد، همون به شکل انصاف منصفانه اگر همین چیزا راه اندازی شود، بسیار مردم خودش عقل و فراست رو دارد. مردم هم با این مردم صرافان هم پولی زیادی که می اومد مثلا 5000 10000 در دست اینو میدادن که حفظ کند. یعنی یک نوع تفاهم همکاری بود که واقعا دیگه در قشلاق نمیدید یک بیچاره برای 10 سومون یا 100 سومون از شروع کوچه سر کنه تا آخر کوچه را از پشتی مثلا قرض شود. ولی واقعا چند فایده ها داشتن. و ببینید که در اینجا یک چیز دیگر هم میخوام بگویم که وقتی که از مقامات ارشد کشور میشنویم که سبب این بی‌قربشایی پولی ملی این صرافان هستند، تعجب میکنید.
یعنی ما داریم مشکل جزئیش نگاه میکنیم و اصل و ریشه مشکل ما دست نموندیم، لمس نکردیم اون رو. ببین حاجی محمد عمروف، کارشناس ارشد اقتصادی تاجیک، میگوید که راندن صرافان از بازار اسعار به زیان مشتریان انجام شد. بله. پایین رفتن قرب سامانی عیب صرافان نیست. ببین عیب صرافان نیست، بلکه بیشتر نتیجه نابرابری بین پیشنهاد و طلبات در بازار است و طوری دیدیم از بیکار کردن صرافان قرب سامانی بهتر نشد. بله. تنها نتیجه از این شد که بازار سیاه به وجود آمد و مرج، یعنی فایده که از فرق بین خرید و فروش اسعار خارجی به دست می آید به مراتب بالا رفت. این به فایده قرب اسعار ملی ما کار نمی کند. درست است. اون زمان اگر $100 رو میفروختن همین صرافان در بالای اون 1 سومان و 2 سومان میگذاشتن، حاضر چی؟ حاضر 5 سومان میگذارن. بانک‌ها که دیگر معلوم نیست چقدر میگذارن. یعنی یک نافهمی، یک ناروشنی، یک از کمترینش 5 سومان است از تفاوت در خرید فروش. این کجاش فایده است؟ این درست است. فایده یک گروهی که این کارو میخواهن هست. شاید به خاطر همین فایده های کلان کردن این کارا. ببین مشکلی بی‌قرشه‌ای پول در کجا است؟ آیا صرافان است یا اینکه اقتصادی که روسیه قربی مثلا اون بحرانی که در روسیه است، اون بحرانی که ما به سبب مهاجرین داریم، ما از اون کشورهایی که وارد میکنیم به تاجیکستان مثل چین و سوریه، روسیه و حتی ترکیه و دیگر، اونها قربی پول ملی اونها هم پایان آمد و در نتیجه باید این واقعیت رو قبول بکنیم که یعنی همون چیزی که اون اکادمیک های تاجیک گفتن، دیگرها گفتن، باز راه زوری نی بلکه به در آوردن پول کلان باید از این راه باید یعنی می شود که پیشگیری کرد، نه با تهمت متهم کردن صرافان. شما ببینید همین منبع درآمد کشور باید یک استحصالات باشد که همین خیلی هست در همه کشورها. مثلا در ترکیه شما تصور کنید دلاری که از تاجیکستان در تاجیکستان امروز نیست شده است، کجا رفته ایستاده است؟ همون است که به ترکیه آمده است یا به کشورهای دیگر رفته است. برای چی؟ برای که اینجا استحصالات دارد. استحصالات این دلار رو جلب میکند. یعنی باری که امروز از ترکیه میره و تاجیکستان با جایش دلار وارد میشود. ولی با جای چی در تاجیکستان ما دلار وارد میشود؟ یک بار میره فکر کنن مردم، مسئولین ما، چون واقعا هم با جای چی چیز در تاجیکستان ما دلار وارد میشود. یک بار اینو تصور کنیم. مثلا در ترکیه همه میدونن که سیاحی که وارد میشود طبیعی است که با در اینجا پول خرج میکنند، دلار زیاد از خود میکند و طبیعی از این حساب دلار میآید. استحصالاتی که ترکیه، کارخانه های ترکیه دارند، از این حساب وارد میشود. نفت چیزی که دارد وارد میشود. ولی در تاجیکستان واقعا بر عوض چی دلار به کشور ما وارد میشود؟ یک بار اینا فکر کنید. درست است. مردم اینا دیگر میفهمن آخه، میدونن که چی به چی است. آخه یک کاربر به نام خوشبین گفته است این کاری خوب نیست و بودجه اولوی مردم کار گرفتن بخیلی است. این را یک نفر گفته است که بخیلی است، زیرا این کار گرفتن به جیب مردم است. یک تا دیگر گفته است گفته است که همان اسعار را آزاد به فروش برآورید، هیچ کس از بازار سیاه نمیخرد. به این من اسعار لازم، از کجا بخرم؟ درست میگه. همون وقتی که صرافا بودن هیچ مشکلی نبود، ولی حالا از کجا بخرن؟ یک از برای عوض غیر قانونی اسعار خارجی بخصوص دلار آمریکایی 9 سال حبس پیش بینی شده است. این خطای محض است. تماما ما در وطن قدر و قیمت نداریم. یعنی 9 سال عمر انسان این کم است که واقعا انسان در کشوری که ارزش ندارد انا همین قانونا میبرن. یک نفر به نام شهروند با این قانون ها شما قرب دلار را پایین آوردن نمیتوانید. به هر حال یک دیگه به نام ظفر قربانوف ادوکات گفته است که با انصافتر قبول کنید. 9 سال وزنینی بد است. آخر اقلا جریمه کنید، هم بچه پور میشه، بودجه پور میشود، هم جزا تعیین میشود. یعنی هم مثلا کمتر کنید که حداقل جریمه کنید که بودجه هم از اون استفاده کند یک نفر به همین. به هر حال واقعا هم خیلی گفتیم این یک مشکلی است که باید مقامات
مشکل اصلی رو در صرافان و در اینها نبینن، بلکه یک واقعیت قبول بکنن که این یک واقعیت است. در جهان همه این بحران اقتصادی آمده است، این رو بازور نمی شود. اگر بازور میشید شما وقتی که این دست اندر کار این شد بانک ها هم مجبور شدن که آیسته آیسته قرب رو بالا بکنن، آن چیزی که مثلا خودی کارشناسا میگفتند. این بود برنامه خودتان باز شکب. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصر شما باد. خدا حافظ.